Muhterem Debiri Kuli Sazmani Milali Mutahid, muhterem iştirakdarani Çorabini, خانم‌ها و جنابان، پیش از همه شما را در این چهاربینی کناری تحت عنوان خریطه راه برای سال 2025 سال بین المللی حفظ پیرک‌ها خیر مقدم میگویم. با استفاده از فرصت همچنین میnnتداری خود را با شریکانمان یونسکو، تشکیلات جهانی آب و هواشناسی و بانک جهانی برای همکاری سودمند در تشکیل این چهاربینی ابراز می‌نماییم. چهاربینی امروزه قدمی اول در راه تطبیق خطنامه نوی سازمان ملل آید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها به شمار می‌رود. هدف از آن قبل از همه متحد ساختن تلاش‌های جانب‌های گوناگون برای موفق و نتیجه بخش گردانیدن این تشبث میباشد. اطمینان کامل دارم که مکالمه و مباحثه های سودمند در دایره این چهاربینی با معین ساختن دیدی یگانه و تهیه خریطه راه برای سال 2025 مساعدت خواهد کرد. این نمایش همچنین برای تهیه عهده‌داری مشترک جانب‌ها آید به موضوع و ثبت آن در روزنامه عمل در ساحه آب همچون سهم مناسب ما در نتیجه این کنفرانس تاریخی خدمت خواهد کرد. دوستان گرامی، چنانکه که شما میدانید تشبث مذکور را ما سال 2021 در جلسه نخستین ائتلاف آب و اقلیم معرفی نموده بودیم. سبب اساسی پیشنهاد این اقدام سال تا سال مبرم و نگرانی کننده گشتن مسئله آبشوی با سرعت پیرک‌ها می باشد که ادامه این روند آینده انسانیت را زیر خطر می ماند. طبق گزارش پنل بین حکومتی آید به تغییر آب اقلیم درباره اقیانوس‌ها و کریوسفر سال 2019 تا آخر 100 ساله روان 3/1 پیرک‌های جهان می توانند از بین روند. تنها در 50 سال آخر در تاجیکستان بیش از 1000 پیرک پر آب شده حجم عمومی پیرک‌های کشور به اندازه تقریباً 3 برابر کم گردید. طبق خلاصه‌های کارشناسان 3 سال آخر گرمترین سال‌ها در تمام دوره مشاهده‌های آب و هواشناسی در جهان به حساب می‌روند. واضح است که ادامه این روند با در نظر داشته با سرعت زیاد شدن طلبات به آب در نتیجه افزایش اهالی و رشد اقتصاد می تواند به عاقبت‌های ناگوار آورده رساند. الکی در 5-10 ساله آخر نشان دهنده تامین آب تازه به سر هر نفر اهالی در سطح جهانی 2.5 برابر و در منطقه آسیای مرکزی باشد 4 برابر کاهش یافت. علاوه بر این آبشوی پیرک‌های آرکتیکا و انتارکتیدا باعث بلندشوی سطح اقیانوس گردیده با حیات و نیکوحوالی صدها میلیون ساکنان زمین خصوصا در کشورهای خرد جزیروی تهدید می‌نماید. همه این باعث تشویش خیلی جدی است. حاضرین گرامی، البته آبشوی پیرک‌ها روندی بسیار جدی است که آن را نمی‌توان با برگزار کردن چهاربینی‌ها در دایره 1 سال و یا حتی چند سالها پیشگیری نمود. تلاش‌های زیاد، دوامدار و مشترک از جمله جهت پیشگیری کردن گرمشوی حرارت هوا لازمند تا که سرعت آبشوی پیرک‌ها کاهش داده شود. هدف پیشنهاد اعلام سال حفظ پیرک‌ها جلب توجه جامعه جهانی به این مسئله مبرم و متحد ساختن تلاش‌ها برای اندیشیدن چاره‌های قطعی جهت کاهش این روند، استوار ساختن جامعه و اقتصاد کشورها با تاثیر آن میباشد. ما انتظار داریم که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به این مسئله برای پیشبرد این روند زمینه مساعد فراهم خواهد آورد.
مورد ذکر است که قطعنامه مسکو سانه 21 مارت را همچون روز جهانی پیریخو معین نمود. با در نظر داشت این شروع از سال 2025 جهان 3 روز پای هم از 21 تا 23 مارت جشن‌های مربوط به آب یعنی روز پیریخو، روز ذخیره‌های آب و روز آب و هواشناسی را تجدید خواهد کرد. همچنین موافق این قطعنامه بنیاد مخصوص جهت دستگیری عمل‌های وابسته به حفظ پیریخو تأسیس داده می شود که می تواند برای پیاده نمودن اقدامات ضروری و تطبیق هدفها در این جهت ذخیره‌های مالیوی را از سرچشمه‌های گوناگون سفربر نماید. طبق قطعنامه سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان سال 2025 میزبان کنفرانس بین المللی در موضوع حفظ پیریخو خواهد بود. ما آمادگی همه‌جانبه کشور خود را برای در سطح بلند برگزار کردن این همایش بین المللی ابراز نموده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دیگر جانبهای منفعت‌دار جهت همکاری در این سمت دعوت به عمل می‌آید. قابل ذکر است که این اقدام با تشبث محترم دبیر کل سازمان ملل آید به تأمین همگانی با نظام آگاهی پیشکی تا سال 2027 هم ردیف بوده تأمین هم آهنگی و همکاری زیچ در تطبیق آنها می تواند ثمره باز هم بهتر دهد. ما بر این نظریم که یک جایه با کشورها و جانبهای منفعت دار خریطه راه را برای سال 2025 تعیین نموده روند آمادگی را به سال 2025 و کنفرانس بالا ذکر فراگیر و نتیجه آور برآوریم. باور دارم که تجربه و ظرفیت‌های یونسکو و تشکیلات جهانی آب و هواشناسی که طبق قطعنامه برای انجام تدارکات سال حفظ پیریخو موظف گشتند به تطبیق ثمرناک هدف‌های آن مساعدت همه‌جانبه خواهند کرد. از نگاه ما بانک جهانی اگنتی بین المللی آید به انرژی اتمی مگاته اتحاد بین المللی آید به حفظ طبیعت ائتلاف آب و اقلیم و دیگر شریکان همچنین می توانند در موفق گشتن این تشبث سهمی مناسب گذارند. البته پلتفرم روند آب دوشنبه برای پیشبرد مکالمه و مباحثه ها در این سمت زمینه و شرایط مساعد را فراهم خواهد بود. اطمینان کامل دارم که تلاش‌های یکجای ما در این سمت ثمره دیرخواه خواهند داد و ما سال 2025 در تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی بخشیده به حفظ پیریخو در حل و فصل این مسئله مهم می توانیم تحولات جدی را عملی نماییم. به همه در راه رسیدن به این هدف برای کار خواسته به همکاری سودمند در این جاده دعوت می نمایم. برای توجهتان سپاسگزارم.